به کار دارین میکنین پاره شد اصلا. جوکر با ماری اچ ام. خیلی واقعا دیگه نمیام بیرون. من خندیدم. واقعا دیگه نمیام. وایسین. واقعا دیگه نمیام. بچه‌ها لحظه اجازه بدید. واقعا دیگه نمیام بیرون. من خسته شدم انقدر رفتم اومدم. اول نفر ریحان خانم خندید. بله. من پایتخت کردم. دیدم. یعنی تو نبودی دیگه. کاپو نه. ازش بگیر. ولی ایشون جوکر با ماری اچ ام. خدایی من بیشتر از بچه‌ها خندیدم. واقعا سخته. یعنی من فشارهایی که به بچه‌ها میاد و دارم نگاه میکنم واقعا تمام صورت و بدنشون میلرزه. کلا برنامه سختیه. خیلی برنامه سختیه. جوکر با ماری اچ ام. هم شکلی. اومدی کیو ببریم؟ برو خدا چرا؟ برید مویه گل سوسن یاسمن آها این پیچش شل شده وایسا. آخ اینم الان میفته. این شیشه روش بچه شیشه‌شو با دست بگیرید. این قشنگ خندید. این قشنگ حسودای پلاستیک. قشنگ یعنی زودتر خیلی میخندید. حالا ندیدن دیگه. حالا ندیدن. انقدر بگید تا خیلی باحال. کم شد اصلا نمی‌دونم. یکی کمه. ما فرانک رفت لباساشو عوض کنه. آها فرانک. وای. خب بانوان گرامی، دختران عزیز من، سحرجان رو میفرستم تو به عنوان یک زامبی که قراره خدمتتون برسه. یه بازی با شما انجام میده و شما باش همکاری میکنید. سحرجان بفرمایید. دل میبرم. لباس عروس میپوشی بیا دیگه. چی کار داری؟ میخوام لپ ماپ شه. عقد قانونه. آقا جوکر بگو یه معده یه گویبه خوینه. بچه من دست بزنید من شیلنگ شم. ماری میخواد شیلنگ شه. این شیلنگه. دست بردار. خودش شیلنگ میشه خودش هم میلنگ میشه. خودم شیلنگ شدم. خودت چیز کن بگو بچه‌ها یه مرده یه نرده خویده موینه. نه دوتا شیوا شلنگ شه. تو رو خدا بزن شیوا. میخواد میخواد جوک بگه شیوا. ماری. یا خویا ماری. وای خوشه. در کدوم مرحله؟ چرا من خوشگه؟ مرحله شیلنگ. تو مرحله شیلنگیم. اسنوپ داگ. انعطافت خیلی کم بود. ژیمناستیک برو. خیلی قیافت خوب شده. فدات شم. فدا. برای چی اومدی؟ ببینید بفرم بشین خواهش میکنم. بفرم بشین خواهش میکنم. ببینید یه بازی الان قراره بکنین توجه کنین. من یه برگه دارم میگیرم جلوی هر کی که گرفتم اون صدای اون حیوانه رو در میاره. جان ببینیم برگه چی هستش. از کی شروع میکنیم؟ در بیار. وای در بیار. صدا دقیقا نمیدونم چی داری؟ این ببینید این صدایی که در آوردیم خانم اسکوینی در میلرزه. کی داره میلرزه؟ فقط لرزیدم. یعنی گفت این بوده است. این گوسفنده. خب الان بله یه لحظه اجازه بدیم. بله اجازه هست؟
نه خیرم الان زوده اجازه بدیم بعدن نه دیگه دستشویی دارم. بله نه خیرم میشینی خفه میشه این دختر. بعد از این برنامه بعد از این بازی میتونی تشریف ببرین بفرمایید. برگ مال توه. اینم تو بگی. قشنگ عالی. خیلی ببخشید بطری جلوی صورتتو بذار کنار خیلی متشکرم. بلده ها. این زنه خیلی بلد. اجرا کنین لطفا. ما ساکت شو. آخر باید بشی. خر شو. کی گل من همون ریخت خودش هم نشستی عین میمان. من دهن شما دوتا رو بعداً سرویس خنده حساب نمیشه؟ نمیش آفرین. چقدر استعداد داره. هر روز میره هر روز تو خونه برای ما مرغ میشه. خدمت شما. ولی غیر قابل قبول بود. چی؟ موسا کوتقی موسا کو تقی کفتره. بلندتر میشنوم. برو اونجا صداتو بشنوم. نمیشنوم. فرانک بشنوه صداتو. کنسرته. آخه هی دارم آب درم خورد میدم. الان کنسرته. کنسرت شروع می‌کنیم. من نخندیدم به خدا. خیلی خوب بود. کی بود؟ صدا ندارم. این از اینجا دارم نه منم. فقط چی با بغل من صدا زهی داد. بود. من فکر کنم من زهی بودم بود. یعنی ماری فکر کنم من خندیدم. من تو نخندیدم. خیلی خندیدیه. من خیلی سعی کردم خدا. لبخند میمونه. آقا من صورتمو جمع میکنم شما فکر میکنید تو کلا میخندی. گفت لبخندم میگیره دیگه. اینطوری گفتم. ایول ما موندیم تو بازی. من دو تا درد گرفتیم حذفی. حذفم. سلام. دفعه بعدی حذفی. حذفی الان. نه دفعه سری بعدی. یه بعدی. دفعه دیگه بره میره پیش سحر جون. خیلی ممنونم خیلی همکاری ساختم آقای بز. فعلا خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا حافظ. آره خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی تو واقعا چرا نمیخندی؟ من دارم میخندم. اومدی من کاپ چیزو بگیری من چون دیگه. خیلی بچه از کنی هستم اون موقع که به میگن نخند. زانو بزن و کاپ را به او هدیه بده. فرانک نخنده. چه حسی داری برای کاپ؟ دیگه نگم. آقا من خیلی خوشحالم. از پدر مادرم تشکر میکنم. همیشه همراه هم بودن. به نظرتون نره رو صندلی من؟ پاره می‌شده. بفرستیمش صندلی. بچا نمیخندی. از مرز جنون میری بعد نه دیگه ببین. شیبا رو جمع می‌کنی. ثبت شد. شیبا رو ندیدی؟ نه. شیبا صداش مثل گیتار بیس فرانک بود. نباید بره رو صندلی مرگ. اصلا کارت نداره. اینا به سن تو نمیخوره این رفتارا فرانک. سن تو نکن. بخوره بیا. یا فرانک نباید بره رو صندلی مرگ. میشه شما صحبت نکنید؟ من نمیدونم گاد باید تشخیص بده فرانک نمیخنده. من چیکار دارین؟ من اینجا دارم بچه‌ها یه جوک بگم. بابا بگو. لبات اونجوری آره نه. بگو عزیزم عادی بگو. بگو. لبات یه روز یه مرده یه گویبه خویده مویده. یه روز یه مرده در یخچال باز میکنه ژله میلرزه. میگه نه تست اومدم پنیر بردارم. آفرین. من یه جوک حفظ کردم. آفرین. بگو شیوا. کاملیا اگه اسم کاملیا اگه نصف شه چی میشه؟ ملیا کامل. نیما. چرا؟
کاملیا اگه نصف چه میشه نیما؟ اشتباه گفته. نیم نصف میشه دیگه. نیم میشه. چه ربطی به نیم؟ اون کامله. خیلی سنگین بود. اصلا چی گفت؟ انقدر مسخره به بود. سواد من که نخورد. بذارید یه جوک دیگه من. بچه‌ها میدونید تخم مرغ‌ها چرا مو ندارن؟ چون اگه مو داشتم موسی چرا مو دارم؟ چون همشون از یه شونه استفاده میکنن. چقدر مسخره، چقدر مسخره. من وسط شما دوتا اصلا نمیشین. اصلا یه گوشه ما دو یه دونه بگم. وسط یه دونه بگم. منو گوشمون بشین. خانومای محترم، خانومای محترم، جوک می‌خواستم. از این به بعد به هیچ عنوان کوچکترین لبخند کارت گرفته میشه و از الان بهتون بگم هر کدومتون که بخندین کارت داده میشه. اگر همتونم بخندین کارت داده میشه. پس حواستون رو جمع کنین. بازی سخت‌تر و سخت‌تر خواهد شد. بفرمایین برای بازی. میتونین 2 به 2 تو صورت هم نگاه کنین از نزدیک خندتون نگیره؟ چرا باید این کارو بکنیم؟ مثلا هممون با هم بریم بیرون. الان نگاه کنین. یه خاطره یا بچگی دارم میخوام تعریف کنم واسهتون. خیلی خاطره تعریف کردن دوست داشتم. از بچگی هم تو فامیل فقط خاطره تعریف میکردم. آها ریحانه رو میگم. آخرین خاطرم ریحانه. همه خاطرهاش عنی بود. موقع تو بچه که بودی؟ من یادمه. به من گفت یادته؟ گفتم آره. تو موز بودی. بچه که بودیم ریحانه رو گذاشتم رو تاب. خب چون خیلی زر میزد نمیخوابید هرسشو داشتم. گذاشتم رو تاب، هیچ که حواسش نبود. اینو انقدر محکم تاب دادم تاب خالی برگشت. شکستم دادید. حالا یه تلاشی بکن. کی خندیده؟ من نخندیدم. نمیدونم. فرانکه من نخندیدم. فرانک خندیده. من تو خندیدم بیرون نخندیدم. الان میاد الان پیداش میشه. چه بلایی سر من آورده؟ الان پیداش میشه صبر کنید. دست خالی برنگشتم. برای چی من تاپ پرت کردی پایین؟ به خاطر اینکه زر زیاد زد نمیذاشتی شبا بخوابیم. بعد اون موقع فکر کنم اون موقع که اینجوری داشت پرت میشد پاش مون تو پا توی تاپ از این تاپ شورتیا بود. این تاپ شورتیا بود. اولین بار یه پاش مون، دومین بار کلش رفت. ضربه مغزی شد. همینجوری متاسفم برات. اتفاق افتاد. متأثرم. داره خوابم میبره. خیلی به فشار نخندید. بابا چقدر سریع سبزو میزنی. گل منو اذیت نکن. نمیدونم حالا دیگه نمیخوام بخندم. بعد من بگید کسی سمتش نیاد. یا اومدم یا خدا شکر سحر نخواست. یا خدا چرا نمیخندین؟ خنده چی بخندیم؟ تو غلط یاد کردی چه همه داری؟ انگوری. زندگی چیش خنده داره که ما بخندیم؟ اینقدر دیگه از تو هر دو عنی بود. خیلی افتادی باریکلا. نه مرسی خیلی ممنون. بچه ها هستن. آره تو ام دیدی تا اینجا گفتی؟ مریم موردم. ها من نمیدونم شاید یه ذره لبخند زدم ولی نخندیدم. راهی باشه یا خدا آقا سر من 2 تا زن دارم. من نیستم.
مقنعه سر کجا خندیدی؟ خندیدم. اینجا خندیدی؟ خودت میگی مریم بعد میخندی؟ قبلش قبل سر زیپ شلوار. آره. خودم نمیدونم یادم نی ولی خندیدم. به ما که نمیدونم. دیگه نمیتونید بخندی دیگه. بخند که یه کارت دیگه بگیری. نصفش حالا بهتر. اصلا سبز میام این نمیدونم. نصفش موند. زهر مار. نصف خنداش گیر کرد. نه جدن بعد نصفش موند. چند تئاتر برگزار کنیم. سحر نقش زنمو داره، منم شوهرشم. بله. بریم اون قسمت رو. برو. وای. تو شروع کن عزیزم. نکن دیگه. خودت نخندی حالا. خود نباید بخندی. چرا آخه اینجوری میکنی؟ تایمش نمیشه. نه همجور بازیه دیگه تئاترمون. آره اون نظره. خانم غذا آماده است؟ خیر. یعنی چی غذا آماده نیست؟ عزیز دلم غذا نداریم. تو شوهر کردی واسه چی؟ نمیتونم بگم. اوه قیافه سهر رو نمیبینید. چرا خودتو میندازی تو تور؟ مریضه دیگه. دکترم نمیره. خب بعد چی شو؟ من یه هفته دارم میرم مأموریت. ساعتی به بالا چی نیست طوری نیست. ببین به خدا لبام اینجام داد خب گرفت. آخه چرا این بلا رو سر در رو باز نمی کنی از خونه بیرون نمیری تا من بیام. فهمیدی یا نه؟ مأموریت کاریه. میشوری میپزی میساری که من هنوز دمی نیومده ما 2 تا اخراجی دادیم. سهر برو بیرون. سهر برو بیرون تو رو خدا جدی میگم. نمیتونم بگم. سهر برو بیرون آخه دیگه. نمیتونم الان من خندیدم. بیا منم دیگه. نمیتونم. من من خندیدم فکر کنم. خیلی من خوبه. خندیدم. تو خندیدی؟ فکر کنم خندیدم. منم. آخه نگاه کن داره تو صورت روبروی من داره حرف میزنه. من باید چیکار کنم؟ یعنی یه خراجی هم داریم. خیلی اسکولی. کلاس یوگا داریم. دخترا بشینید کلاس یوگا داریم. یعنی چی؟ ببخشید دیر کردم. سبزو نزده هنو. میتونیم بخندیم. میتونیم بخندیم. بلند کن. هر کی نگه ماشاءالله سوراخ سوراخ شه بالا. سوار اولاغ شه بالا. یه پایین سوراخ شه بالا. ما برنده میشیم. اینو روشن کن. روشن کن. تو رو میندازم بیرون. اینو روشن کن. رضا این متنه. ای وای سبز شد. فندک بده فندک. بشینی دیگه سبز شد. نشستم. من سبز کمکتون شد میکنم. بچه‌ها. سبز شد. من میتونم بخندم ولی نمیخندم. بنداز. فندک بنداز. این چی اومد؟ برای چی اومد؟ آها اومده امکانات دوستان. بیاره. آورد برات. مرسی ممنون. بشینید رو زمین پشت. رو زمین بشینی؟ بشینید رو زمین. نفهم. بود و سهر میخوای بشینیم کنار هم فقط بخندیم. خب میخوای شما پشتتون نباشه اونجا جای شیوا بشینیم ما رو براتون. ما هم اومدیم. خانم اسکوئی گفتم میتونیم آقا برای چی
برای چی زامبی میفرستی؟ فضا معنویشه اینو روشن یه دکی سخت‌تر شد فضا سخت‌تر شد معنوی. بدبخت شدیم خب از اونجایی که هممون بیا. مشکلاتی داریم خفه شید از اونجایی که هممون مشکلاتی تو زندگیمون داریم من یه مشکلی دارم. مشکل هممون داریم خانمم زیر از چیز صحبت نکن دستاتون رو به این حالت چشماتون رو ببندید گاهی ریختم رو خودم. نفس عمیق همه نفس عمیق دم با من بازدم همچین بده بیرون رها چشمامون کن بسته باشه بسته چشا بسته رها بده بیرون حالا دم همچین بازدم شل کن خودتو خانمم بده بیرون دوباره دم چشاتو با کن خانومم باز کن چشاتو باز کن کی زد کی ولاد یوگا کلاس یوگا کی ولاد کی زد پاشو پنجره رو با کن بغل ما بود. خفه شدم ببینید ماری خیلی سابقه داره توی این خانوم حرف نزد کلاس یوگا ساکت خفه شید خانومم نداره. گفتم شل کن در این حد دیگه نگفتم رها کن که صداتون در نیاد بچه خودم زدم بچه یه همچین معدم خراب بود دیگه ببخشید دیگه معدم مشکل داشت باید میزدم دیگه خب کلاس یوگا تموم شد کلاس خدا نگهدار دختر کی خندید؟ تموم شد فقط گوزیدی رفتی جوکر با ماری اچ ام. اللهم نعید گناهم گوزیدم خب خانم اسکری جوکر با ماری اچ ام.